إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنا لله وإنا مرگ خود را یاد آر و گریه‌ای بسیار کن میروی روز به خاک و توشه تیار کن ناگاه بود از این جهانت ببرند از حلقه جمع دوستانت ببرند غافل منشین زمانت ببرند گر تو نروی کشانت ببرند ببندند دست و پایت را بشانند چشمهایت را این مزرع عمر از نشاط آمده پاک دهقان اجل نکیش جز تخم هلاک چون دانه گندم همه باسد دل چاک از خاک برآمدند و رفتند به خاک سبحانك إني كنت من الظالمين إنا لله وإنا سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان عزیز، خداوند یگانه هر یک از شما باشه که الحمدلله همه وقت برای ما هسته. راستش یک ویدیوی فوری هسته، خواهش میکنم با دقت گوش کنین نگذرونش. برادرم زنگ زد، یعنی که یک اواری استرس میکردگی برادر ما که در شهر عریخ زور و بهت اواری استرس ایرخ برومده استمهرش پا دستش مقصد این همه شکستگی برادر بهش بیاده در انیماسیا. راستش دوستان عزیز، حال برادر خیلی وزمین است. اکمو نام چی اکا جان؟ اکا محمد خیلی زورش اومد، مقصد از شهر حصار برادر خیلی زورش اومد که پیش ما مقصد مردم مسلمان مردم تاجیک کمک بپرسه که خیلی وضعیت بیزه بیچاره خیلی وضعیت خودش لیش خیلی وزمین است. نفل کرد باز پیلوس این قدر دادر مقصد دیگه که بچه چند ساله که 20 ساله بچه که مقصد همه جوش مقصد بگیم همه شکستگی به خاطر الله. از هر یک از شما خواهش میکنم که یکم درجه در حق برادر مقصد نازم جان نموشه دعاگو باشه که مقصد این ایجاد قطعیت رو سیستم همه ماندگی وضعیت نگاه کنید به حد وزمین در مقصد دوستان عزیز تکرار بانسیجه نگینسکی در نگینسکی بانسای دوستان عزیز خواهش میکنم از هر یک کلمه میتونی از پیش به خبرش بگیری کلمه که نمیتونه در حقش دعاگو باشه یکم درجه دیم درجه خواهش میکنم از هر یک کلمه که همین ویدیو را در استوری صوت و مقصد در ایمو و واتساپ و یوتیوب چیزی که داری فرق داره. من از مقصد هیچ کدر جلب روی نمیکنم، مانیتیزاسیون هیچ مقصد مدخول شد کردگی است که برای من جلب نمیکنم. پهن کنه التماس بعد همه اگر که بتونی خواهش میکنم 1 روز 10 روز دم کرده برادرم میمونم رقم برادرم میمونم رقم که میمونه در اینجا رقم بچه اماکش میشه که بچه اماکش میمونم که مقصد همینجا هست. التماس از هر یک کدوم شما احترامانه خواهش میکنم که برادر خیلی وضعیت بیزه و سومی کلامش گفته که التماس دیگه کنی خیلی جوان حیف میشه اگر به خاطر الله ما حاضر دست جمعانه یعنی که چه بگم کمک نکنیم. دوستان عزیز راستیش میگه که شما چیکار میکنیم؟ ما باز اومدیم با جای چقدر ریسک کردیم مردم خوان اینجا همه این متصلی ریسک مقصد خوان در این بانسه ریسک کردن اومدیم جون ما دست سرمون پیچوندیم مقصد اومدیم حرکت داریم که این برادر کمک کنیم. شب ساعت 12 شب الله عالم یه روز لحظه نمیدونم ساعت 1 شب است. 1 شب اومدیم برادر جون خود به یک سخن که التماس این مردم اکرش این برادر. سلام علیکم و رحمت الله. برادر عزیز راستی با خیلی روز سنگین است و تا اگر انسان از اون بیاد به این کارو مراجعت نمیکند هر چیزی که از دست شما میاد به خاطر الله همچون قرض به ما ان شاء الله رحمان همیشه درختن دعا میکنیم و از الله متعال خواهان هستیم که همه مسلمانان روی زمین پروردگار از این وبا از این چیز نجات بده. و این روزی که به سر ما اومد برادر خیلی روز سنگین است. بچه 20 ساله است واسه با میون شکستگی کوچه‌اش کار نمیکنه. خیلی به خاطر الله تا جایی که تونستیم صبر کردیم. راستی گپ دیگه خیلی به نهایت سومی کلام گفتم برای برادر عزیز مراجعت کردیم. به خاطر الله خیر کمک بکنید. الله با شما اجر جزیل عطا بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله. آمین. دوستان عزیز راستی خیلی زور اومده. راستی باید چای نشون میداد ما گفتیم امکانیت نداره باید خطا نشون میده که مردم در حقیقتا چیزی هست حقیقت باشه که مقصد یگان چیزی ما سکره ندارم تو زور آدمانم بیار بسیار در هر چی ننویسه در کامنت رو خواهش میکنم ننویسه. نگاه کنیم هر یک قدم تلفنمون در پیشت آیت گازده میتونی همه آدمو مجبور میشه پیش ما هر خیلی فیگوری
مقصد به اساس به معنی داشتیم. الحمدلله امروز ما سرجم هستیم. چقدر مقصد بلاگرو سرجم شده شدن، مردم مسلمان مقصد از تاجیکستان چه کمک میه به خاطر الله، به خاطر معیوب و مقصد نیازمندا. امروز برادرمون نیازمند نبود تا امروز، اینکه امروز دادرش در همین جای غلطی ده، به خاطر اولش خداوند، به خاطر دادرش جون شد در سرش پیچیده، ناموس در سر، به خاطر مردم، به خاطر نقصد پیش هر یک قدم شما خواهش کرده که کمک کنید. به اون خاطر شما خواهش ما را، التماس ما را رد نکرده. در همین کارت برادر چند قیمتونه ان شاء الله با اچاد میسپاریم. یعنی برادر شفا بیاره ان شاء الله. فرض شما را اگر هر یک قدم شما را امکانه یابد ان شاء الله با مردم نیازمند ان شاء الله همین میگردونه، یعنی خیر میکنه، فرض شما برمیگرده. فقط همین دادر ما 20 ساله هست، جوان هست، ان شاء الله از پا بخیزم. من ویدیو هر یک قدم دارم دیدی که چقدر ویدیوش ماندم، چقدر استرس اوار کرده. یا خداوند از هر یک قدم شما باشه. گپ بسیار کردیم، باقی در امان خدا نگهبان تو. برادر عزیز خیلی چی بگم دیگه، جای گفتن نیست. این قلب پاره پاره میشه در این برنامه. این حال دیدن جوان وقتی مقصد خوش کارش خدمت کرده در راه خدا و در راه اسلام و در راه خلق تاجیک، متاسفانه در این روز غلطی ده. خدا این روز هیچ کس نشان نده. باقی در امان خدا. سلام علیکم.